آقا مگه ایرانی نیستین شما؟ من نمیدونم این سلام سلام گفتنتون چیه. یه زمانی میگفتن سلام سلامتی میاره. باشه بهت بگم داستانش چیه. اون موقع که اعراب به ایران حمله کردن، این عربا وسط کوچه خیابونا ولو بودن. خب هر ایرانی از کوچه خیابون میخواست رد بشه، اگر بهش نمیگفتن آقا ما تسلیمیم، میگرفتن زیر چک و لغت. واسه همین مادرها به بچه‌هاشون میگفتن وقتی از خونه میری بیرون بگو سلام. سلام یعنی تسلیم. دستاتو ببر بالا بگو سلام تا سالم برگردی خونه. قضیه یه سلام سلامتی میاره اینه. مال اون موقع است که آقا باید به اعراب میگفتیم آقا تسلیم تسلیم، وگرنه زیر چک و لغت له میشدیم. سلام یعنی تسلیم. ایرانی میگه درود درود. بابا خسته شدیم به خدا. خود من 2 ماه 3 ماه طول کشید تا بتونم این درود رو بندازم تو دهنم. تمرین کنیم واسه فرزندانمون، واسه آینده هامون، که به هم دیگه به نشانهای تسلیم سرشون رو نندازن پایین.